یه توپ دارم گلگلیه میزنم. اینا چیه تو مدرسه بهتون یاد میدن؟ الان یه شعری بهت یاد میدم که بری اونجا بخونی همه چف کنن. پیللر دنننده جزم گالده. اینا رو ولش کن. مثلا نگاه کن از ستاره شناسی، اون دوم اکبره، اون میشه کله اصغر. اینا وا اشچه پیانی قدومه. من با تو صحبت نمی کنم. ببخشید داشتم به این فکر می‌کردم که چرا فامیل ما رو گذاشتن دور باشه عزیزالسلطان. مجید چشه؟ والا همش تو مدرسه مسخره‌ام میکنن. ببین پسرم، این کاملا ریشه در تاریخ و اجداد. صبر کنید. کمانم تیری بده. مردک گستاخ به من گفت تو را دوستت میدارم. البته من گفتم قصد ادامه تحصیل در مکتب دارم. پادشاه ها داف را بنجن. چی در پشت من صحبت کرد؟ جوری زدیش که هیچ آپاراتی نمیتواند ترمیمش کند. دور باش ابله، اینها تیوبلکس هستند. این نصیحت کن ما کجاست؟ الان پیدایش می شود قبله عالم. آمد. قبله عالم، دستان ما اگر نمک داشت به خیارمون نمک نمی زدیم. مشت گل. پدر سوخته چه جمله تاثیرگذاری گفت. پیجش را پیدا کنین تا دنبالش بکنیم. به من هم بده. تو بیا این را بکن. چی؟ جنگ آخرت را دوست داشتم. این پاداش بردت است. این ملیجک پدر سوخته کجاست؟ دلمان گرفت. پدر سوخته. دلغک، راز این همه جذابیت تو در چیست؟ رازش در هاتسپچ بودن و چپخوابیش است پادشاه ها. قبله عالم، من دلغکی غمگینم که میخندانم اما خود نمیخندم. باریکلا، این بوزینه را به سیاهچال همایونی ببرین تا یاد بگیرد دیگر در محضر من لفظ بازی نکند. جلاد، ترتیبش را بدهید. ترتیبش را بدهیم؟ نه عزیزم، یعنی ببریم به سیاهچال. چه دربار انیس، همانند دانشکده مکانیک میماند از بیدافی. خوش به حال پادشاه فرانسه که در دانشکده معماری است و ما این چنین. اصلا سوگلی ما کجاست؟ قبله عالم مرا خواستی؟ آری عشقم، مگر من به تو نگفته بودم مرا بیبی صدایم کن؟ پیش این درباریان؟ چشم بپوشانید پدر سوخته های هبل. من زوزوی کیم؟ من قربون کی برم؟ من نازه کیم؟ این الماس ها برای چه بخرم؟ بیبی جان، سند بلخ و سمرقند و سدانگ از قفقاز. اون رو میگم اسب به نامت بکنن قربونت برم فدات شم الهی. اینم وای آقای دست و دل بازم، من میروم تا چشم ملکه روم را در بیاورم. بفرمایید. آهای قهوه چی؟ برایم از تنباکوی اساطیر دو سیبی بچاقین
که همانندش در این بلاد پیدا نمی شود. بیا بچش تا بقیه مملکت رو به سوگلیات نبخشیدی. به راستی تنباکوی اساطیر حق است. قبله عالم ترتیبش را دادیم. ترتیب چه کسی را جلاد؟ من یک چیزی گفتم. دستور همایونی بود. شما امر کردی، ما انجام دادیم سرورم. این مگر دوسیب نبود؟ چرا طعم مسترای حرمسرا را میداد؟ من که دوتا ازش چشیدم عالی بود. دور باش، جان مادرت دور باش. این قلیان را آغشته کنید در آهک و در بیابان دفنش کنید. بگیر. قبله عالم، سفیره کبیره خطیره. پس است، گزاف نگو، ادامه سخنت را بگو. سفیر جدید امپراتوری تزار روسیه از محضر شما شرف حضور می طلبند. مترجم، از او بپرس از روسیه برایمان چه پیغامی آورده است. آتیفون تا تزار توتور تر. سفیر سلام، چه احوال؟ شنیدی ملکه الیزابت مرد؟ کسی هم با خودش برد؟ این از این گرزه ترسید؟ پادشاه مرد. دور باش ابله. این دهمین سفیری است که به هلاکت میرسانیش. به من چه ربطی دارد دزگرا؟ امروز این پادشاه ملعون را به هلاکت خواهم رساند و پاداش عظیمی خواهم گرفت. با اینکه برادرم هستی، اما تو را از کاخ همایونی به ویلای کردان تبعیدت میکنم. گم شو بیرون. ندید پدید دزگراخ. برو اونور، چرا در تیر رسم نیست؟ سلام، چه احوال؟ کردان از کدوم سمت میره؟ نمیشنوید چی میگم؟ کردان از کدوم سمت میره؟ چه کسی در کاخ همایونی من تیر در کرد؟ برایم بیاورید. خوابت میادم او؟ به گمانم این نفل قصد جان ما را داشت. عزیز برادر، تو از این پس عزیز سلطان نامیده میشوی. چه پیاله با کلاشینگاف اومدی؟ جان مادرت دور باش. تو دور باش عزیز و سلطانی. فقط دور باش. کردان نرم. جان مادرت دور باش. آره گلیه بابا، اینجوری شد که ما شدیم دور باش عزیز و سلطان. پس بابا جون مادرت دور باش. بوی